درود دوستان، امروز مسابقه UFC و در روسیه باشد RCC بوکسینگ پروموشن و ما میدونیم که همه بصبرانه انتظارند ورزشگران تاجیک رو و همه دعا میکنند که ورزشگران تاجیک دست بالا باشند. امروز در RCC بوکسینگ پروموشن سه ورزشگر تاجیک، سه بوکسچی تاجیک مسابقه خواهند کرد: انیس چیلایف، شهرت سلامتوف و یارونعلی کردبویف. دوستان، سه بوکسچی تاجیک رو دستگیری کنید، دعا کنید که اونها امروز دست بالا شوند و نورالله علیف در قطر در UFC امروز بر ضد ورزشگر انگلیس مبارزه خواهد کرد و ما همه انتظار این مبارزه هستیم. دوستان دعا کنید که ورزشگران تاجیک نورالله علیف، انیس چیلایف و دیگران امروز دست بالا شوند و من حتما فردا با شما یا که همین شب یا که فردا صبح با شما انشالله باور دارم که خبرهای خوش رو میرسونم. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و ورزشگران تاجیک رو دستگیری کنید. امروز همه سرجمانه ورزشگران تاجیک رو دستگیری میکنیم. خدا یار و یاورتون باد.